سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 42 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه با هم با گروپ کردن عناصر آشنا بشیم، ببینیم عناصری که با هم گروپ میکنیم چه ویژگی‌ها و خاصیت‌هایی پیدا میکنن و چه کمکی ما میتونن بکنن. چطور میتونیم عناصری که گروپ کردیم از یک مدل به یک مدل دیگه که بعدها شاید میخوایم حتی اصلا یک سال دیگه میخوایم مدل دیگه کار کنیم، ما یه سری دیوار مثلا شما فرض کنید ترسیم کردیم، دیوارهایی که اومدیم برای خودمون خصوصیاتش رو مشخص کردیم، ضخامتش رو مشخص کردیم، گشتبریش رو مشخص کردیم و الی آخر. اما میخوایم توی بعدها بیایم توی یک مدل دیگه ازش استفاده کنیم. خب چطور باید اینا رو گروپ کنیم و چطور به یک مدل دیگه انتقال بدیم و ضعف‌های این تکنیک چیه و برای رفع این ضعف‌ها باید چیکار کنیم که اون رو در جلسه آینده می‌بینیم. خب شروع می‌کنیم با هم. دوره آموزش رویت معماری جلسه 42 مدل گروپ و انتقال اطلاعات از یک مدل به یک مدل دیگه. خب قبل از اینکه آموزشمو شروع کنم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و لایک ویدیوها هم فراموش نکنید. خب بریم توضیح Object Place Model Group. بهتون میگیم توی Model Group Place Model Group چیکار میکنه. Object Create Model Group و اینکه خود گروپ ادیتور چه ویژگی‌هایی داره. توضیح تکنیک‌های مدل گروپ. تکنیک اولی که میخوام بهتون بگم که چطوری به یک پروژه دیگه انتقالش میدیم رو بهتون آموزش بدم. خب بریم با هم ببینیم توی رویت ها چیکار کنیم. من رویت رو آوردم، یه پروژه خام باز کردیم، یک دیواری رو برای شما من با این مستطیل 4 تا دونه دیوار رو من ترسیم میکنم. خب میام اینجا اول دیوار رو انتخاب میکنم، ادیت تایپ رو میزنم، اینو داپلیکیت کنم، بهش بگم این دیوار نوع یک من، پس گذاشتمش تایپ 1. درست شد. دیوار رو کردمش دیوار تایپ 1 هم ادیتش کنم، میگم ضخامت این دیوار باشه مثلا 5 سانت و متریالی که مصرفیه براش لود بشه خب متریال لود شد و متریال مصرفیش هم میذارم مثلا متریال ما ببینیم ما مثل متریال چیز باشه، اگه بتونم پیدا کنم براتون سرچ کنم. متریال زیاده، آجوری باشه این دیوار. آره اوکی میکنم و اوکی میکنم و این پنجره هم اوکی میکنم. یک دیوار 5 سانتی آجوری دارم، یک دیوار دیگه هم دارم توی سه‌بعدی که قشنگتر دیده بشه و اینم روی ریالیستیک بذارم که بتونید آجر رو هر چیزی که داره رو ببینید قشنگ. خب اجازه بدید رندرش رو انجام بده و بله این دیوار آجریمه. میام سراغ این یکی دیوارم انتخابش کنم ادیت تایپ، به این مثلا تایپ داپلیکیت رو میزنم، تایپ 2 رو میدم. خب تایپ 2 رو میدم، چیکار میکنم؟ میام اینجا ادیت دیوار میگم دیوار من یکی 10 سانتیه و
متریالش رو مثلا چه متریال تایپ کنم. خب بتونی مثلا و این دیوار هم متریال خودش رو گرفت و این دیوار رو هم به همین شکل دوباره میام و تو گزینه ادیت تایپ اپلیکیت تایپ سوم اوکی میکنم و اینجا هم دیوار 20 سانتی بمونه و یه متریالی هم مثلا همینطوری، حالا دیوار مسی نداریم ولی یه دیواری همونجوری زدیم و این هم این دیوار. برای این دیوار رو دیگه پاکی کنم، مراحل دیگه نیازی نیست. شما میدونید 3 تا دیوار با 3 تا مصالح مختلف رو کشیدم. میخوام بعدها بتونم این دیوارها رو دیگه نیام دوباره یه دیوار آجوری دارم 5 سانتی، یه دیوار سیمان بتونی دارم 10 سانتی، یه دیوار مسی دارم 20 سانتی، میخوام بتونم توی یک پروژه دیگه هم استفاده کنم، یکی از راهش، یا تو همین پروژه جای دیگه استفاده کنم. اینا رو انتخابشون میکنم، میام توی تب گروپ و اینا رو یه کریت گروپ میزنم، یه اسی بدم، مثلا میگم وال مثلا چی، مثلا آجوری و بتونی و مسی. میگه بعد از اینکه اینو ایجاد کردم گروپ ادیتورش هم باز کنم، میگم اوکی باز کن، اوکی میگم گروپ ادیتور رو بازی کنه. گروپ ادیتور چند تا گزینه داره مثل add, remove, attach, finish و cancel که اینا رو توی دستور اره هم داشتیم، میتونید اون رو ببینید، همونه و کارهای خاصی نداره. اینا الان گروپ شدن، این عناصر با هم الان گروپ شدن. خب چیکار میکنم؟ میام فایل، یه سیوزی دارم به نام لایبراری گروپ. این گروپ رو مثلا میارم روی دسکتاپ و اسمش رو میذارم مثلا گروپ، حالا شما هر جا دوست دارید میذارید، فرقی نمیکنه، تست. ببین اینجا یه گروپ تو میگه گروپ شما وال بی سی سی او. ببین شما هر کدوم از گروه هایی که ایجاد کردی رو سیو کنی. ما یه گروه بیشتر ایجاد نکردیم، بخاطر این گروپ تو همینه. ممکنه برای شما 100 تا گروه ایجاد کرده باشید، اینجا 100 تا گزینه باشه، کدوم میخوای سیو کنی. من میخوام این گروه الان سیو کنم، سیو رو میزنم. بذارید کار سیو تموم شد. خب سیوش تموم شد. اما این یه گزینه قبل از که بخوام بریم توی پروژه دیگه، اینجا گروپ مدل، پلیس مدل گروپ، همون گروهی که ایجاد کردی نیا کن، میتونی هر جایی با همون مشخصات همون 3 تا دیوار رو قرار بدی توی پروژه و اینجا ببینیشون که حالا با همون مشخصات 3 تا رو قرار داد، 4 تا. خب میرم سراغ این پروژه که نیاز سیوش نیست، ما اون گروه همون رو سیو کردیم، برو دسکتاپ. میریم پروژه جدیدی دیگه، اصلا این پروژه هم نیست. خب 100% این دیوارا و اینا هم توش نیست دیگه، هیچ کدوم از اینا نداره. من جدید رو بازی کنم. چیکار میکنم؟ میخوام گروه همون لود کنم، یا رو تب اینسرت لود از گروپ رو میزنم، میگه گروهت کجاست، میگم روی دسکتاپ هم این گروه رو ذخیره کردم. حالا ما ذخیره فایلش رو من گروپ تست رو میزنم و بازش این اوکی میکنم. خب حالا اگر من بیام اینجا و پلیس مدل گروپ کنم، همون دیوارا رو دوباره میتونم قرار بدم.
وقتی این دیوارا رو قرار بدم، بیای توی تب والت اینجا تایپ 1 تایپ 2 تایپ 3 که اونجا ساخته بودی و برات اینجا آورد. یعنی هر جایی میتونی حتی یه تک دیوار رو با اون مشخصات تایپ 1 بکشی. حتی اگه اینا رو هم پاک کنی باز هم توی گزینه والت، یعنی وال، ترسیم تایپ 2 هم هست، دوباره میتونی با همون مشخصات بکشی. و الان تو سه‌بعدی من اگر این رو حالت کانسترین قرار دادم، شما می‌بینید هم مسیه رو کشیده، هم آجوریه رو کشیده، فکر کنم هم بتونیه رو کشیده، هم آجوریه رو کشیده. تایپ 1 و 2 تو کشید. ریالیستیک هم کنی که قشنگ می‌بینید دیگه که آجوریته و بتونیتو کشیده. به این ترتیب شما میتونید با مدل کردن عناصرتون هم اون رو توی همون مدل بذارید، هم میتونید اینجا بیارید توی مدل دیگه فراخونیشون کنید و ازشون استفاده کنید. اما اگر آیتم های من خیلی زیاد باشه، مثلا اومده باشم تو تب سیستم، از داکت فیتینگام برای اتصالات هواسازم چندین مدل کار انجام داده باشم، برای همینطور پایپ فیتینگام، برای اتصالات لوله هام 50-60 مدل اتصالات مختلف داشته باشم. خب حالا بخوام اینا رو همه رو بیام هی گروپ کنم، هی بیارم توی مدل، خیلی سخته. راه حل چیه؟ راه حل ساده تری داره که تو جلسه آینده باهاش آشنا خواهید شد. امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. اگر لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.